زن بچه رفتم کربلا. رسیدیم ساعت مثلا 9 شب. به خانومم گفتم بلند شو بریم حرم. من اصلا جون ندارم و بخوابم، نماز صبح میام. گفتم پس من با دخترم میرم حرم. گفت اومدم حرم، رفتم بیرون حرمه، دیدم یه گرده دارن سینه میزنن و یکی میخونه، جمعیتی هم جمع شده بود. به خودم اومدم دیدم دخترم نیست. بعد میدویدم تو بین الحرمین، این ور رفتم حرم محسن، میومدم بیرون حرم ابوالفضل، هی دویدم یه چند باری رفتم حرم ابوالفضل. عصبی شدم. دستت درد نکنه با این مهمون نوازی عباس جان. من کجا دنبال دخترم بگردم؟ گریه میکردم با ابوالفضل میگفتم. گفت دیگه، گفتم چیکار کنم؟ برم خونه بزنم من بگم بیام دوتایی بگردیم دنبالش. تو رفتم هتلمون، در رو وا کردم، دیدم دخترم کنار خانومم خوابه. خانومم بلند شد گفت چی آورد بچه رو؟ من دوست شوهرتونم، این بچه رو بگیرید تا بیاد. هیچی نگفتم. فردا جاشه میادیم حرم، دخترم میکشتم. گفتم بابا، گفتم این شب کی تو رو آورد خونه؟ گفت بابا یه آقا مهربونه اومد گفت دخترم عبای منو بگیر دنبال من بیا. گفتم آقا دست تو؟ گفت دست ندارم. برو به بابات بگو ما بعد از رقیه نمیذاریم کسی گم بشه. برو به بابات بگو ما از گم شدن بچه خاطره خوبی